وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شیرین امونزاده و معاون رئیس ولایت ختلون فیروزه شریفی از دلنوزه محمدова و طفلان پنجگانی که او در تولدخانه جمهوری در شهر دوشنبه عیادت کرده و این مادر را تبریک کردند. شیرین امونزاده با تقدیم تحفه برای نوزادان تولد پنجگانی را در عرفه سال نو فال نیک نامیده آرزو کرده است که این طفلان سالم به وای رسیده برای ملت و دولت و خلق شریف تاجیکستان صادقانه خدمت می نمایند. فیروزه شریفی به مادر این طفلان کمک مادی حکومت ختلون رسانیده به طفلان نوزاد سلامتی قوی و خوشروزی تمنا کرده است. یک روز قبل رئیس ولایت ختلون قربان حکیمزاده نیز به تبریک این خانواده به دهه باباجان غفور فینای قبادیان رفته و امر داد که خانه آنها را نوسازی کرده برای طفلان نوزاد حجره‌های علاوگی بسازند. طبیبان وضع طفلان و مادر آنها را معتدل ارزیابی کردند. این 5 طفل که روز 30 دکبر با وزن 1.2 کیلو به دنیا آمدند فعلا در باکس های مخصوص نگهبانی می شوند. قبلا در تاجیکستان چندین مورد تولد سه‌گانیک و چهارگانیک مشاهده شده بود ولی پنجگانیک بار اول به دنیا آمد.